اگر صبح ویدیو پر می کنید شومیز زرد لیمویی بپوشید و اگر ظهر است شومیز بنفش بپوشید. اگر در باغ یا روستا زندگی می کنید و کامرای شما جنگل هم در بر می گیرد شومیز سبز تیره بپوشید. اگر شب ویدیو پر می کنید و ویدیو شما 15 دقیقه است موهایتان آبی تیره باشد و شومیز آبی کمرنگ پوشیده باشید و اگر بیشتر 15 دقیقه موهایتان آبی کمرنگ آسمان باشد. کلا شومیز زرد لیمویی حال و هوای بازی و نور، آفتاب و صورت شما را بالانس می کند و کمی کنتراست هم می بخشد. طرفداران شما دوست دارند در ظهر رنگ بنفش را ببینند و مغز انسان در ظهر بیشتر به طیف بنفش جذب می شود. شب مغز انسان خسته است و رنگ‌های ملایم ولی بیدار کننده مانند آبی یا آبی کمرنگ یا آبی کمرنگ آسمان بهتر مغز را فعال نگه می‌دارد. موی آبی در شب آرام آرام جلب توجه می‌کند و مانند قرمز آزاردهنده نیست.